بچه ها سلام. یه نکته میخوام در مورد دوز دارو بهتون بگم. اینو بدونید که افزایش دوز دارو مساوی با افزایش عضله سازی نیستش. این یعنی چی؟ نمودار نگاه کنید. از ابتدا تا این ناحیه دوزیه که ما برای مصارف درمانی استفاده میکنیم و در واقع عضله سازی نداره. ولی از این ناحیه تا این ناحیه دوزیه که ما چند برابر ناحیه درمانی در حال استفاده این که عضله در واقع عضله سازی داشته باشیم. اما در ادامه میبینید که با افزایش دوز دارو عضله‌ای ساخته نشده. علتش اینه که ما با یک دوز مخصوصی میتونیم مقداری عضله خوب بسازیم. از یک دوز به بعد دیگه در واقع کارایی واسه عضله سازی نداره و فقط عوارض دارو میره بالا. اونم به خاطر اینه که حساسیت گیرنده ها دیگه کم میشه. واسه همینه که دوز دارو خیلی مهمه.